هلو گایز، فرتاک هستم. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. یکم چیز نیست، یک لحظه یه لحظه. خب امروز اومدم با معرفی کتابا. یعنی من 5 تا کتابی که فعلا دارم و الان بهتون معرفی میکنم و قراره بازم بگیرم. فعلا این 5 تا کتابو من از سایت ایران کتاب خریدم، با اینکه یکم طول کشید ولی خیلی سالم و اینا به دستم رسید و هر کتابی بخواین تو ایران کتاب پیدا میشه. خب الان این 5 تا کتاب اومدم معرفی کنم، بکشم کنار تا یکی یکی بیارم جلو. این 5 هم تازه خریدم، یعنی تازه هم که الان میشه گفت یه ماه فکر کنم گذشته از روشون، یا 3 هفته، یه ماه. ولی یه ماه فکر کنم. ولی خب بعد از یه ماه بریم که این کتابا رو من بهتون نشون بدم. خب از بین این 5 تا کتاب من میگم کدوماشو خوندم، کدومو در حال خوندنم، برای کدوماشم فعلا نخوندم. خب اول کتابی که میخوام راجبش صحبت کنم واسه از آخری بردارم میان جلو. خب به به، خوش جلتری میان اینا. یه لحظه اینجاش لک افتاده، حساسم لک. خب البته روی کتاب. خب اولین کتاب خوش جلتری نشونه که چیزی اینم گذاشتم تو چنل نقد و بررسیش و اونجا حرفم کامل راجبش گفتم، خلاصش هم گفتم، ولی بازم یه کوتاه میگم راجب دختری که صورتش از دست میده در طی حادثه ای و باید پیوند صورت بزنه و با این صورت جدید چجوری میخواد بره پیش دوستاش و اینا. این جریان کتاب بی صورت نمره از من 4/5 گرفته. کتاب بی صورت 4/5 گرفته و کتاب گفتم خوبیه، امید بخش هرچی هست، یعنی کتاب خوبیه. و همین، چون راجع به این اگه میخواین زیاد بشنویم بریم توی ویدیوی نقد و بررسی کتاب بی صورت. این کتاب هم همونجوری که میدونین خوندم و تمومش کردم. خب میرسیم سراغ کتاب بعدی که یه لحظه. خب کتاب خدمتکار، حتما اینو دیدین، حتما، یعنی ندیده باشی یعنی کلا کتاب نیست تو اینستاتون اینا یا تیک تاک. ببین این کتاب همه جا هستن و هر جا میری خدمتکار هست. این کتاب خدمتکار که یک کتاب الان شده 3 جلدی، تازه جلد سومش هم اومده که فعلا تو ایران ترجمه نشده، ولی تو ایران 2 جلدش ترجمه شده که الان معرفی کنم. خب این یکشه. داستان راجبش چیه؟ ببینید من واسه پشتش رو بخونم. مثلا ببین روچی نوشته خدمتکار از پشت درهای بسته او همه چیز را میبیند. خب دیدن دیدن دیدن. زیاد خوب ننوشته پشتش، راستش راجع به دختریه. ببینی اگه بخوام البته تو نقد میگم، راجع به دختریه، یه خدمتکاریه که یه گذشته هم داره که به ما فعلا نمیگه. میاد توی خونه کار کنه و وقتی میاد توی این خونه کار کنه یه اتفاقات عجیبی میفته. یعنی یه اتفاقات میفته که نمیدونم چه جوری بهتون بگم که اسپویل نشه، ولی تا اینت بدونین. یعنی یه کتاب معمای جنایی بسیار زیباست. این کتاب از 5 گرفت از من. بله خیلی نمره خوبی گرفت چون کتاب خوبی هم بود و 5 رو بهش دادم. شاید بعضی جاش یه سوالایی تو ذهنمون موند که یکم به خاطر من با ارفاق 5 دادم. شاید میتونست 4 بگیره از من، ولی با ارفاق بهش 5 رو دادم. کتاب خدمتکار. خب الان چون خدمتکار رو گفتیم وایس من جلد دومش هم که خریدم و نشونتون بدم. راز خدمتکار جلد دوم خدمتکاره که کلا فعلا تموم نکردم. همونطور که میبینین بوکمارک زدم اینجاش تا صفحه 150 صفحه خوندم کلا، که فکر کنم 320 صفحه اینا باشه. 150 صفحهش خوندم خاطر امتحانات اینا که هست. فعلا نمیتونم، فعلا نتونستم زیاد بخونم، این پا هم زیاد میکنه بعضی موقع میاد تو تصویر. خب این حرفا رو ول کنیم، بریم سراغ حرف کتاب. این کتابم فعلا نمیتونم بهش نمره بدم، الان هستن هیچی نمیتونم بگم. داستانش هم میشه گفت نمیشه گفت چون به یک مربوطه، در صورت هم جلکی. چون ببین بچه اگه این کتابو میخواین طولانی توضیحشون بدم و سر کتاب یک نقد و تحلیلی میذارم. فعلا کم کارم شده میخواد امتحانات. مثلا هفته قبل یه ویدیو گذاشتم، 2 هفته قبل 2 تا گذاشتم، خاطر میگم عجیبه. خب کتاب بعدی، کتابی که خیلی اینم معرفه، خیلی معروفه، کتاب یاد او مال خانم کارین هوبر.
من نویسنده‌شون نگفتم. یه لحظه زود من بهتون بگم به صورتی گفتم. یه بار خدمتکار خانم فریدا مکفادن، راز خدمتکارم بازم خانم فریدا مکفادنه. بعد خورد به خانم فریدا مکفادن ایشونم. خب یادو هم گفتم خانم کارین هوبر هست. مترجم کتاب من خانم آقای اسماعیل حسینی است از نشر کتاب مجازی. راز خدمتکارم نشر کوله پشتی بود. بیستورت هم نشر کوله پشتی بود. این کتاب کلا نخوندم، خلاصه داستانش نخوندم، فقط راجع به عاشقانه بودنش خوندم. منم گفتم این همه کتابای گوناگون گرفتم، چرا عاشقانه توش نباشه؟ به خاطر من گرفتم. فعلا میگم واسه چون نخوندمشم تحلیلا نداره، مگه نه میخونمش 100% خوندم، میام نقش تحلیلش اون موقع میکنم. خب ولی برسیم به کتاب پنجم و کتاب پایانی این لیست و بهترین کتاب. ببین من به خدمتکار گفتم با ارفاق 5 دادم به این. ببین حس میکنم 5ش هم کم، یعنی از 5 باز 10/5 یعنی فراتر از نمره که میشه بداد. کتاب بیمار خاموش، یک معمای جنایی شاهکار. البته معمای جنایی و روانشناختی یا خودشناختی یا روانشناختی در هر حالت یه رمان خارجی برگزیده کتاب سال آمریکا شده و خیلی اصلا عالیه. از نشر سنگم است. اون یکی نشرش میگم بهتره، نشر یادم رفت تیرمنده فکر کنم، ولی خب هنوز من اینو گرفتم. خیلی خوبه بچه‌ها. ببین من تو یه روز خوندم، البته یه روزم الکی. ببین تو یه روز میشه گفت این همش خوندم. این همش ایناش موند چون خوابم اومد دیگه. واسه فردا صبح زود پا شدم، بعد دیگه رفتم تو راه بعد یه کارم. خب این کتابم اصلا گفتم دیگه 5/5 گرفته و شاهکاره. این کتاب شاهکاره. کل کتابا رو معرفی کردم و فکر نکنم چیزی بمونه. فقط دوباره یه سبک و نمره رو زود میگم بریم. 5/5 معمایی جنایی و خودشناختی روانشناختی بچه فکر کنم باشه. یاد او نمره نگرفته چون فعلا نخوندم. سبک عاشقانه و همین عاشقانه که گفتمونم. کتاب بعدی راز خدمتکار نصف است، فعلا نمیتونم بهش نمره بدم. کتاب معمای جنایی. خدمتکار معمای جنایی 5/5 گرفته از من. اینم نمیدونم اسم سبکش بذارم، ندیدم من، ولی نمرهش فعلا میگم 5/5. ببینید خوبه، اینجوری بهتون میگم دیگه سبک ملک رو ول کنین و بچه‌ها دیگه فکر کنم کاری ما با هم دیگه نداشته باشیم و بهتر باشه تا یه ویدیو دیگه خداحافظی کنیم. و اینم بود از 5 کتابی که من تو ماه قبلی فکر کنم گرفته بودم و از این 5 تا هم همینطور که دیدین سه تاشو کامل خوندم، یکیشو در حال خوندنم و یکیشم کلا نخوندم به خاطر امتحانات عقب موندم. مگه نه الان اون 4 تاش خونده بودم و اون یکی رو شاید داشتم تو رسواش بودم. و اینکه ممنون که تا اینجا همراه من بودین و تا ویدیوی دیگر بدرود.